وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص، در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم. آره وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشویی، دستات هم میشویی، دهنت هم میشویی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو خیال میگیرن که همین رو میشویم و دستا خلاص پاشان نمیشتین. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت خطی اگر پیشاب نکرد باشی. مثلا یه آدم ساده بوده ده هم بادش هم که میبر آمده یه هفته آبا کنش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعضی کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستاتو تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بعد نماز میخونی. اگر پا رو ناشته نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیر شنی پا فرض است دادر عزیز. ای بچه های خوش رو هم اصلا این طهارت دست و رو فقط در این اصطلاح ما تاجیکاست، این در کتاب ها نیست. این بابا جان شخصانی را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند، غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشون، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چکد لباس به نماز میکند. بنابراین کسانی که پیشاب میکنن کوشش کنن خوشان خوش کنن. پیغمبر خدا گفتن اکثر عذاب قبر از پیشاب میشود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابراین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم کیسهاتان ده همیشه گیرید، وقتی که در راه هست در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزید دو راستا هم که باشد ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد دانید که پگه عذاب سختی قبر در رو فرو میشه. قبر عذاب دارد. این قبر کمری مفتشایی اینا نیست، و کمری دهشتناکی مفتشای خداست. رسول خدا گفتن استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. خودتان از پیشاب همیشه احتیاط کنه، کوشش کنه پیشاب در لباساتان نرسد، در بدنتان نرسد که اکثر عذاب قبر از پیشاب است. بچه‌های خوش رو احتیاط کنید دارید. خالصا الله اکبر گوید. بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که با پدرم اقتدا کردم؟ نه داده رسید شر نیست این گپ رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایی تا شدم میگرد و این شر نه نام امام گرفتم چم. بچه خوب بودن طالب علم بدن، نه طالب علم ها تامالله میشن که خونیجگر میشن تشویش میشن. بابا جان بعضی جاها در شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد اول فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سببی آزار همون سگ میشد دیگه. سگا میخواین میکنن شد از میشد شاید به خاطر همین کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. این بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوست چی خوب او این مار از کجا که براد کوشش میشن ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه. مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد در اون علف درو به طریق علوم میکشیده. بعد تماشا کرده میسیش او یه سنگی دست رو زن وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درو کردن میگیری، اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم. نه بچه های خوش رو از دشمن حذر گفتیم.
و مار دشمن است، ما رو کجدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندیش تا که یک مار یا کجدمه پیدا شد، در حالا یگان سنگه یگان جای در تار سری دو تا زنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نماز تا. خب این بچه خوب بوده، یگان چند این 16 سوال نوشته. این همین وقتی ما رو تاشا هم میگیره غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم، چون خون کی بنواد طهارت میشه کنه، با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخون. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی ناز نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من قوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال، این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از این سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. میچم هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پاپالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است، اوش کراهت نداره. بچه خوبه. پدر یا مادر گوید که بچم همین هفته به نماز جمعه نرو، ما سخنی آنها را رد کنیم یا نه؟ نه جمعه درو، گپی اونها را نگیر. پدر و مادر اگر فرزند فتوا ده میگوید گوید که مسجد نرو، نماز ده نرو، یا شام خفتن است شب نرو، من گپش اطاعت نکنه رو میگه. اما برای مکتب بچه ها من خواهش میکنم که در روزهای جمعه اگر درسای ضروری داشته باشند درساشان خوانند، بعد از درس پیشیناشان به خانهاشان بخوانند چم. اما اگر وقتهای تعطیل باشد مسجد روان نمازاشان جمعه رو گوش کنند، صحبت شنوند. اینجا اطاعت پدر و مادر واجب نیست، زیرا رفتن مسجد نماز جماعت و جمعه فرض است. اطاعت پدر و مادر در این صورت واجب نیست. اطاعت هیچ کس واجب نیست، نه اینکه پدر و مادر. بابا جان کمپیرها میگویند که موسور را با خاکستر در یک جایگی نپرتو که او بالای شادی و غم یک جایی میشه و خیلی ضرر نداره. شادی و غم هم از جانب خدا هست. این گپای کمپیرکای مون. بچه خوشرود وقتی تو ملا بچه گپ کمپیرکا رو نگیرخین. موسورا رو در لینچه جمع کن بر در جامون ماشین که آمد در ماشین بار که برود. اما موسور در آب پرتافتن این گناه های روی کمپیراسیو این کمپیرای خدا زاده که بجای وقت بیان که بچه موسورا رو در آب نپرتا او بالای این درسته. امروز اکثر مسلمان ها موسوراشون در آب میپرتاین، در کانال میپرتاین. این در لعنت خدا گرفتار میشن. هم در سلامتی انسان ضرر دارد که همون آب مردم میخورد. کسی که همون موسور روی آب آمدن شده حتما لعنت میکنه، خدا لعنت کنه کسی که اینو پرتافته گفته. آخر تازگی از ایمان از خداوند پاکیزه است، از بندگانش پاکیزگی رو دوست می‌دارد. بنابر هر کدام خانه داره بچهای عزیز، عاشقان مدرسه محمدی، همسایه ها، کسانی که در لب کانال زندگی میکنه، اگر موسورهاتان پس مونده هاتان در آب پرتاید، لعنت خدا بر شما، لعنت پیغمبر بر شما، لعنت ملائکه ها بر شما، لعنت همه نمازخانه بر شماست. آخر این انصاف هم نیست. این کمپیرای مادرای عزیز اینه گویند، پدرای مهربان اینه گویند، بچه ها و کلیناشان میگن که بچه من موسر در آب نپرتا، اوبال است. این اوبال است.
بنابر بچه های عزیز خاندانتان تاکید کنه اینا رو دوام چقدری کنه حولیاتان در چقدری پرته یک روز میپوسد ثانی زمیناتان برآورده با پند میکنه یا لینچه ها دانتان گیرید یک جایی که چقدری نادرکار است همه دو اما در آبی که می نوشم من همه کانال پیشخانی ما ده حتی بعضی ها میگوین که ما رودو اشکمبی گوسپند دیدیم که باید کانال همه از پایان آب میخوره آخر امروز اکثر کسلی های زرپرمین و دامن عظمی افلاسی میشود آخو سبب پیدایش میکروب های زهرآلود در آب میشود اگرچه شریعت و آب حرام حکم نمیکند لیکن کننده این کار لعنت میکنه شریعت پیشتر هم یک سنگ اسپیدیسی خدازده بود دورای شوروی ده میگشت همونا رو یک جریمه پریمه میانداخت آخه محترم قانون برارای ما تا بچه ها رو از 18 ساله من کرده نه اینها ده قانون برارای اما اونها رو طرفداری کنیم تعریفشان کنیم بنابر رئیسای محله بشم اینا رو سخت گیرتان بابا جان در سر زمین باشیم به جای نماز خانیم رخصت است یا نه؟ آره رخصت است در سر زمین خودش پاکیزه است نماز خانه بچم بالاش ده جایز است نماز خواندن شد وجودش رحمت للعالمین مسجد او شد همه روی زمین پیغمبر بزرگواری ما بالای جای نماز ده نماز نخوانده رفتن اصحاب پیغمبر فقط در بالای ریگ سجده میکردن بابا جان در کتاب تاریخ عمومی گفته است که پیغمبر